با سلام خدمت شما دوستان گرامی، مهندسان عزیز، مرجان سراجی هستم با ادامه آموزش راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی در خدمت شما هستم. خب رسیده بودیم به فصل دهم، طراحی جوش. دقت کنید لطفاً به عناوین. صحبت از طراحی جوشه. من اندازه جوش گوشه رو دارم، محدودیت سایر جوش ها رو دارم، جوش شیاری با نفوذ نسبی، انواع جوش ها، تنش های مجاز جوش، ارزش جوش، حداکثر اندازه مؤثر ساق جوش گوشه، اتصال اعضا با نیروی محوری، اتصالات جوشی با برون محوری، ترکیب برش و پیچش، ترکیب برش و خمش رو دارم و همینطور تخمین طول جوش تحت اثر لنگر خمشی رو اینجا قراره بررسی کنیم. خب در ابتدا مقدمه رو بررسی میکنه، میگه جوش بیش از حد لازم یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه جوشکاریه. تعیین اندازه صحیح جوش اولین گام در کسب جوش اقتصادی هست که شما این موارد رو مطالعه میکنید. قسمت بعدی در رابطه با اندازه جوش گوشه است. علامت بزنید. میگه در آیین‌نامه طراحی سازه‌های فولادی سطح مؤثر گلوی جوش گوشه به صورت زیر تعریف میشه. پس گلوی جوشه سطح مؤثرش رو ما اینجا به این صورت تعریف میکنیم که سطح مؤثر گلوی جوش گوشه برابر است با حاصل ضرب ارتفاع مؤثر طول جوش مؤثر که ارتفاع مؤثر گلوی جوش برابر است با کوچکترین فاصله بین ریشه تا سطح جوش هست. خب اینها رو مطالعه میکنید. دیگه بریم صفحه بعدی. طول مؤثر جوش گوشه رو اینجا علامت بزنید. در واقع داره تعریف طول مؤثر جوش رو اینجا انجام میده. طول مؤثر جوش طولیه که در سر تا سر آن گلوی جوش کوچکتر از گلوی مؤثر نباشد. اینها رو لطفاً علامت کنید، علامت بزنید. میریم صفحه بعدی. حداقل اندازه جوش گوشه رو داریم که یک جدول داریم که این اندازه حداقل رو بر حسب ضخامت ورق نازکتر داره بهمون میگه. ببینید ضخامت ورق نازکتر رو اینجا داریم، خب که با تی نشون میدیم و واحدش هم میلیمتره. حداقل اندازه جوش رو هم که با دی نشون میدیم، اون هم به میلیمتره. خب ببینیم چی میگه. حداقل اندازه جوش ببینید برای ورقهای نازکتر از 6 میلیمتر اعلام کرده 3 میلیمتر. همینطور خب این دیگه خوندنش راحته، ازش هم سوال اومده پس بهش توجه کنید. این قسمت زیر جدول چی میگه؟ حداقل به دست آمده نباید از ضخامت ورق نازکتر بیشتر باشه. پس از این هم از ضخامت ورق نازکتر نباید بیشتر باشه. ضخامت‌های نشان داده شده باید با یک بار عبور به دست بیاد، نه اینکه برن و بیان، رفت و برگشت، نه، یک بار عبور. دیگه چی میگه؟ در اتصال بال به جان تیرورق‌ها حداقل جوش گوشه رو میتوان به جوش هم مقاومت با جان محدود کرد. خب از این قسمت ها میگذرم. میریم صفحه بعدی. حد اکثر اندازه ساق جوش گوشه است که با دی نشونش میدیم. اینجا 3 حالت رو داره به همون نشون میده. حالت اول میگه در لبه مساله با ضخامت کمتر از 6 میلیمتر حد اکثر اندازه ساق جوش گوشه برابر است با ضخامت ورق که شما اینجا تو شکل هم میبینید. مورد دوم، در امتداد لبه مساله با ضخامت بیش از 6 میلیمتر حد اکثر اندازه جوش گوشه برابر با ضخامت ورق منهای 2 میلیمتر. نگاه کنید شما این قسمت هم دارید میبینید یه مگر داره، مگر اینکه در نقشه ذکر شود که اندازه جوش برابر با ضخامت ورق باشه. پس این دو حالت رو شما هم لطفاً علامت بزنید. در ادامه حداقل طول مؤثر جوش گوشه رو اینجا بهمون میگه که میگه به منظور انتقال نیرو به کار میره. زیرش رو خط بکشید. به منظور انتقال نیرو به کار میره. نباید کمتر از 4 برابر اندازه ساق جوش یا 40 میلیمتر باشه. این رو توی این علامت هم در واقع این عبارت هم بهمون گفته. اینها رو هم علامت بزنید، شکلش رو هم ببینید. خب بریم صفحه 379.
در این قسمت جوش شیاری با نفوذ نسبی رو صحبتش رو کرده. میگه استفاده از جوش شیاری با نفوذ نسبی در ساختمون ها مجازه. اینکه نفوذ نسبی یا ناقص باشه پس هم میتونه مجاز باشه. این گونه جوش ها کاربرد زیادی در ساخت اسکلت به خصوص ساخت مقاطع قوطی شکل و آی از ورق دارن. پس ببینید مقاطع ساخته شده از ورق هم اینجا کاربرد داره برای جوش شیاری با نفوذ نسبی. ضخامت گلوی مؤثر برای جوش شیاری با نفوذ نسبی به چه صورته؟ برای هر نوع شکل لبه، از اینکه جناقی باشه، نیم جناقی باشه، لاله‌ای باشه یا نیم لاله‌ای باشه، اگر جوشکاری به صورت جوش خودکار زیرپودری صورت گیرد، ضخامت مؤثر گلوی جوش برابر با ضخامت واقعی شیار هست. این هم یک نوع اندازه محسوب میشه که من اون رو با هایلایت زرد مشخص میکنم، برابر با ضخامت واقعی شیار که برای جوشکاری مهیا شده است. خب اما میگه اگر جوش در کارگاه به وسیله جوش دستی انجام بشه، دو حالت اتفاق میفته. برای تمام شکل لبه ها به غیر از شکل لبه نیم جناقی، ضخامت مؤثر گلو همان ضخامت جوش نیمه نفوذی خواهد بود. برای شکل لبه به صورت جناقی، چون اینجا گفته بود غیر از نیم جناقی، چون احتمال می رود که جوشکار نتوانند ریشه جوش را کامل جوش بدهد، ضخامت مؤثر گلو برابر با ضخامت جوش نیمه نفوذی منهای 3 خواهد بود. اینها رو لطفاً علامت بزنید. خب میریم پایین تر، بریم اینجا شما میتونید کلید بنویسید جوش خودکار و این قسمت هم جوش دستی. بریم صفحه بعدی. انواع جوش ها رو داریم میبینیم اینجا که این 4 نوع هستن. جوش اصلی، علامت بزنید، جوش فرعی، جوش طولی و جوش عرضی. لطفاً اینها رو بخونید، مطالعه کنید. اینها انواع جوش هستن. مثلا جوش فرعی میگه جوش هایی هستن که فقط برای نگه داشتن اعضا در فرم به خصوصی به کار میرن. نیروهای وارد بر این جوش ها بسیار ناچیز میباشد. یا مثلا برای جوش های عرضی میگه جوش هایی هستن که در اونها محور جوش و محور نیروی وارده با زاویه 90 درجه هستن، یعنی با هم زاویه 90 درجه میسازن، یعنی عموده. درسته؟ تو قبلیه دیدیم که موازی محوره. این جوش عرضی عموده. در حالت جوش گوشه، گلوی جوش تحت تأثیر ترکیب تنش‌های برشی و تنش‌های فشاری یا کششی قرار میگیره. پس تنش برشی رو داریم، تنش فشاری یا کششی رو هم داریم. برای جوش گوشه با ساق‌های مساوی، حداکثر تنش برشی در گلوی 67.5 درجه و حداکثر تنش عمودی در گلوی 22.5 درجه اتفاق میفته. به این اعداد هم دقت کنید. خب بند بعدی در رابطه با تنش‌های مجاز جوش هست که دوستان از این قسمت ها فقط از این ذرایبش ممکنه سوال بیاد، اینها رو هایلایت کنید. میگه جوش ها باید طوری محاسبه شوند که محدودیت های تنش مندرج در جدول 10.2 رو با اعمال ضرایب بازرسی زیر جوابگو باشن. چی ها هستن؟ میگه در صورت انجام آزمایش های غیر مخرب نظیر پرتونگاری و فراسوت آلتراسونیک برابر با 1، اثری نداره، همون 1. اما در صورت انجام جوش در کارخانه و یا در شرایط مشابه و بازرسی چشمی جوش توسط افراد مجرب، این فی برابر با 85 صدم، ضریبش برابر با 85 صدم. در صورت انجام جوش در محل و بازرسی چشمی توسط توسط افراد مجرب، فی برابر با 75 صدم هست. اینجا ارزش جوش رو داریم میخونیم که تعریفش رو تو این خط اول داریم. لطفاً یادداشت کنید تعریف ارزش جوش که میگه حاصل ضرب گلوی مؤثر جوش در تنش مجاز جوشه. در واقع نیروی مجاز جوشی با ضخامت گلوی TW و طول 1 سانتی متر هست. خب این جدول رو هم ببینید داره تنش مجاز روی سطح مؤثر جوش رو میگه. نوع جوش شیاریه. نوع تنشی که بهش وارد میشه این 4 تا هستن، 1 2 3 4.
و تنش مجازش رو مثل پایه باید از جوش سازگار استفاده بشه. خب اینها رو لطفاً در نظر داشته باشید. حالا بریم صفحه 399. این قسمت دیگه رسیدیم به فصل 11 طراحی اتصالات هست که حالا فهرستش رو ببینید در مورد وصله ستونها، وصله تیرها، این مواردی که حالا ما خیلی توی مبحث 10 هم داشتیم اینجا دوباره اومده. انواع اتصالات رو علامت بزنید که میگه به 3 دسته تقسیم میشه. اول اتصال ساختمان های نوع 1 که قاب های صلب داره، 2 ساختمان های نوع 2 قاب ساده داره و اتصال ساختمان های نوع 3 که قاب های نیمه صلب داره. لطفاً اینها رو علامت بزنید. میریم صفحه 403. چون دیگه بحث های طراحی میشه ما دیگه از این قسمت ها عبور میکنیم. صفحه 403 اتصال ساده تیر با جان نبشی رو اینجا داریم. میگه اتصالات ساده برشی به کمک نبشی جان برای اتصال تیرچه به شاه تیر یا تیر به بال ستون به کار میره. علامت بزنید این قسمت ها رو. میگه در این نوع اتصال نبشی باید تا حد امکان انعطاف پذیر باشه. نبشی باید انعطاف پذیر باشه. وقتی که از نبشی جان برای اتصال تیر به ستون استفاده میشه یه فاصله بادخوری داریم، اون رو علامت بزنیم. فاصله بادخور در حدود 2 سانتی متر در نظر گرفته میشه. یادتونه اینا رو تو مبحث 10 هم بررسی کرده بودیم دیگه، اصلا براش شکل هم داشتیم. پس اینجا میتونید کلید بنویسید فاصله بادخور. فاصله بادخور رو اینجا داریم. میگه وقتی که اتصال تیرچه به شاه تیر به نحوی باشه که بالهای فوقانی هر دو در یک تراز واقع میگردن باید قسمتی از بال تیرچه را زبانه کرد. اینها رو دارین، کلمات رو لطفاً دایره بکشید و اینجا بنویسید زبانه کردن. زبانه کردن بال تیرچه. مطالعه کنید لطفاً. خب حالا بریم صفحه 407. بقیه موارد طراحی هستن. این قسمت به کجا رسیدیم؟ به اتصال ساده تیر با نبشی نشیمن انعطاف پذیر. خب میگه در این نوع اتصال تیر بر روی نبشی نشیمن که هیچ گونه تقویتی در آن صورت نگرفته قرار میگیره. هیچ گونه تقویتی روش قرار نگرفته، صورت نگرفته. این نوع اتصال رو باید همیشه همراه با نبشی بالایی که تنها وظیفه اون تامین تکیه‌گاه جانبی برای بال فشاری است به کار برد. پس این هم اینجا داره نبشی بالایی رو نشون میده تو این شکل. این نبشی نشیمن هست. خب اینجا بعد نیست علامت بزنید. میگه محل مقطع بحرانی رو به طور تقریبی در فاصله 10 میلیمتری از وجه داخلی نبشی در نظر میگیریم. این هم بعد نیست که یک هایلایتی روش انجام بشه. دیگه چی؟ بریم صفحه 411. بقیه مسائل هم محاسباتی هستن هم بحث طراحیه. تو صفحه 411 لطفاً این رو علامت بزنید اتصال ساده تیر با نشیمنه تقویت شده. خب میگه وقتی در اتصالات ساده با نشیمن انعطاف پذیر واکنش تکیه‌گاهی از حد قابل قبولی تجاوز نماید باید از نشیمن تقویت شده استفاده کنیم. پس جایی که واکنش تکیه‌گاهی از حد قابل قبول تجاوز کرده باشه در اون صورت نیازه که ما از نشیمن تقویت شده استفاده کنیم. در غیر این صورت ضخامت نبشی نشیمن تقویت نشده یا همون انعطاف پذیر بسیار بزرگ می شود. خب پس نه مجبور میشیم که این ضخامت نبشی نشیمن تقویت نشده رو بیشتر کنیم تا بتونه عملکرد خوبی داشته باشه. خب الان از این قسمت هم میگذریم، میریم صفحه 417. صفحه 417 استفاده از سخت کننده مثلثی هست. من رسیدم؟ بله رد کردم.
خب 417 استفاده از سخت کننده مثلثی در نشیمن‌های تقویت شده. هنوز هم در نشیمن‌های تقویت شده هستیم ولی چون این بحثش هم از نظر من مهم هست دارم بهتون میگم. استفاده از سختی اینا رو می‌بینی این مثلثیه، سخت کننده مثلثی که اینجا داره نشون میده. خب میگه وقتی که صفحات سخت کننده در زیر یک نشیمن تاقچه‌ای به صورت مثلثی مانند شکل 11-11B برش داده میشوند، صفحه به صورتی متفاوت با حالتی که لبه آزاد موازی جهت بار وارده است عمل میکنه. پس موازی جهت بار وارده. خب این رو هم لطفاً علامت بزنید. بریم صفحه 429. در صفحه 429 ورق‌های تقویت شده تقویت چشمه اتصال رو میگیم. میگه در صورتی که برش مورد نیاز چشمه اتصال از تنش مجاز برشی چشمه اتصال بیشتر باشد، تعبیه ورق تقویتی جان یا همون ورق مضاعف و یا یک جفت سخت کننده قطری دارای مقاومتی حداقل برابر با اختلاف برش مورد نیاز و تنش مجاز برشی در محدوده چشمه اتصال ضروری هست. ما یاد گرفتیم که دور این یاها رو هم دایره بکشیم که حواسمون باشه که مورد دیگه هم هست. خب پس در این صورت من میتونم ورق تقویتی جان رو یا یک جفت سخت کننده قطری دارای مقاومتی حداقل برابر با این مقدار رو ضروریه که داشته باشم. حالا این قسمت چی میگه؟ میگه به منظور ورق‌های تقویت شده تقویت چشمه اتصال به منظور کاهش تنش برشی جان ستون و علاوه بر اون در صورتی که با جوش انگشتانه کافی به جانهای ستون متصل شوند برای جلوگیری از ناپایداری جان یا جانهای ستون به کار می روند. خب اینها رو لطفاً علامت بزنید. خب زحمت بکشید اینجا هم کلیدش رو بنویسید. کاربرد ورق تقویت چشمه اتصال. دیگه از این قسمت هم میگذریم و میریم صفحه 448. خب صفحه 448 قاب خامشی فولادی ویژه رو اینجا داره تعریف میکنه. لطفاً بنویسید تعریف. قاب خامشی ویژه به قابی اطلاق میشه که در برابر نیروی جانبی زلزله بتونه تغییر شکل‌های فراارتجاعی قابل ملاحظه‌ای رو تحمل کنه. در طراحی این قاب‌ها سعی بر آن است که در یک یا دو انتهای تیر خارج از محدوده اتصال تیر به ستون مفصل‌های پلاستیک تشکیل شود و ظرفیت دورانی اونها به حدی باشد که دوران نظیر تغییر مکان جانبی نسبی طبقه در سازه حداقل به 400 رادیان برسد که حدود 300 رادیان آن در ناحیه فراارتجاعی هست. این هم ازش سوال اومده بود، لطفاً بهش توجه کنید. این موارد رو تو مبحث دهم بررسی کرده بودیم. خب تیرها در قاب‌های خمشی نقش اصلی تامین شکل پذیری لازم را از طریق ایجاد مفصل پلاستیک در نزدیکی دو انتهای خود ایفا می‌کنند. نزدیکی دو انتهای خود. برای دستیابی به این عملکرد تیرها باید شرایط زیر رو برآورده کنند. مقاطع تیرها باید از نوع فشرده لرزه‌ای در نظر گرفته بشه. محل تشکیل مفصل پلاستیک در دو انتهای تیرها باید به فاصله به اندازه نیم دی تا 1 دی از بر ستون در نظر گرفته بشه. در دو انتهای تیر فاصله بین بر ستون تا نیم دی از محل مفصل پلاستیک به سمت داخل دهانه ناحیه بحرانی تلقی میشه. پس این یه نوع ناحیه بحرانی هست که باید حواسمون بهش باشه. خب بریم صفحه بعدی. اتصال تیر به ستون در قاب خمشی رو اینجا داریم. خب کلیه اتصالات تیر به ستون در این قاب ها باید شرایط زیر رو داشته باشن. این شرایط رو لطفاً علامت بزنید، یک مطالعه داشته باشید. بریم صفحه 450. چشمه اتصال رو اینجا داریم.
داره تعریف میکنه که چشمه اتصال ناحیه از جان یا جانهای ستون است که محصور بین امتداد بالهای بالایی و پایینی تیرهای دو وجه ستون و بالهای ستون می باشد. خب دیگه شما فقط همین مقدار رو بدونید کافیه. حتما علامت بزنید. بریم صفحه بعدی. ورقهای پیوستگی رو اینجا داریم. این رو هم علامت بزنید. میگه این ورق‌ها برای انتقال نیروهای درون صفحه‌ای حاصل از لنگر تیر به چشمه اتصال در ستون به کار می‌رود و باید شرایط زیر رو برآورده کنه. پس در رابطه با ورق پیوستگی اینها همه تو مبحث دهم هم داشتیم ما. بریم صفحه 464. در صفحه 464 وصله تیرها رو داریم. میگه به دلایل متعددی مجبور هستیم که نیمرخ‌های نورد شده یا تیرورق‌ها رو وصله کنیم. بعضی از این دلایل، من اینجا تیتر نوشتم، دلایل استفاده از وصله نیمرخ‌های نورد شده. میگه طول استاندارد نیمرخ‌های نورد شده در کارخونه تولید میشه، ممکنه کافی نباشه، پس در این صورت وصله میزنیم. یا یه علت دیگهش به علت کاهش ضایعات تیراهن ممکن است مجبور به وصله کارگاهی باشیم. اینها از دلایلشه. علامت بزنید لطفاً. بریم صفحه 470. در مورد وصله ستونها اونجا داریم. حتما اون رو علامت بزنید. اینجا داره معرفی میکنه. میخونیم ببینیم چی میگه. میگه با رفتن به طبقات بالاتر بار محوری ستونها کم میشه. در نتیجه میتونیم برای اونها نیمرخ‌های سبکتری انتخاب بشیم. پس بار محوری که کم بشه با بالا رفتن طبقات، پس نیمرخمون میتونه سبکتر باشه. این موضوع و همچنین محدود بودن تیر، پس دو تا دلیل وجود داره. یکی این که با بالا رفتن بار محوری کم میشه. من این روی این موضوع می نویسم شماره 1 و این هم همچنین شماره 2. این دو دلیل وجود داره که ما از وصله استفاده میکنیم. چی؟ طول تیراهن خب یه جایی تموم میشه دیگه، شاخه ها 12 متری هن دیگه، تموم. برای همین وقتی تموم شدن باید از وصله استفاده کنیم. یه جای دیگه اینه که وقتی به طبقات بالاتر میریم، چون بار محوریمون کمتر میشه، بنابراین میتونیم از نیمرخ سبکتر استفاده کنیم. حالا هرچند که کاستن از شماره نیمرخ با کم شدن نیروی محوری باعث سبکتر شدن ستون و کاهش مصرف فولاد میشود، اما باید توجه داشت که وصله نیمرخ جدید به نیمرخ قدیم اضافه مخارجی در بر دارد. یعنی خود این وصله کردن، اینکه بخواد نیمرخ عوض بشه، اضافه مخارجی داره که ممکن است کاهش مخارج ناشی از سبکتر کردن نیمرخ رو جبران ننماید. لذا در عمل تا ارتفاع مساوی طول یک شاخه تیراهن حدود 12 متر در حدود 3 طبقه جوابگو هست. خب شماره نیمرخ عوض نمی شود و همان نیمرخ پایین ترین طبقه تا 2 طبقه بعد نیز ادامه پیدا میکنه. دلیلش اینه که ما تا 3 طبقه از یک شاخه تیراهن استفاده میکنیم، به خاطر اینکه این اضافه مخارجی برامون ایجاد میکنه برای وصله. درسته؟ پس این هم یه توضیحی بوده که لازم دونستم که شما هم بدونید و از این قسمت سوال هم اومده بود. میریم سراغ محل وصله. چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ میگه وقتی که وصله ستون اجتناب ناپذیر شد، بهترین محل برای وصله در حدود 100 سانتی متری بالای کف طبقه است. این بهترین محله. دورش رو علامت میزنید. خب چون اولا چرا این 10 سانتی متر 100 سانتی متر بالاتر از کف طبقه بهترین محله؟ چون اولا در این محل به قدر کافی از محل اتصال تیر به ستون دور شدیم. ثانیاً از لحاظ انجام عملیات جوشکاری ارتفاع بسیار مناسبی رو در اختیار داریم. درسته؟ پس به این دو دلیل این محل وصله بهترین محل وصله هستن. خب بریم صفحه بعدی، اینها رو یه نگاهی بهش بندازید. میریم بند بعدی در رابطه با انواع وصله اینجا صحبت میکنه. میگه تو این شکل مثالهای متعددی از وصله ستونها هست. غالبا برای تنظیم و قرارگیری ستونها در محل وصله زائده های کوچکی به لبه ستونها جوش میشوند که از
سوراخ‌های موجود در داخل این زائده ها پیچ‌های مونتاژ عبور میکنن. اینها رو علامت بزنید. دیگه چی میگه؟ ببینید این پایین میگه در صورتی که اختلاف در ابعاد دو ستون زیاد باشد، اتصال اونها به یکدیگر باید مطابق شکل 1143 با استفاده از یک ورق سرضخیم که تغییر شکل پذیری ناچیزی داشته باشد یا جزئیات کله قندی اجرا بشه. پس اینجا میتونید کلید بنویسید اختلاف در ابعاد دو ستون زیاد باشد. پس من برای اینکه اون فاصله رو جبران کنم باید یک وسیله در واقع یک ورق نصب کنم. ما این رو تو صفحه بعدی داریم، شکل کله قندی هم هست که اینجا داریم میبینیم. خب این جزئیات کله قندیه که ما این رو تو مبحث دهم خونده بودیم که اینها نسبتشون 1:6 هست. تو کتابتون هم هست، حالا ریز نوشته شده دیگه. اینجا رو نگاه کنید، دقت کنید چی میگه. 600 میلیمتر میگه، یعنی از اینجا تا اینجا رو گفته 600 میلیمتر. در این ناحیه هیچ گونه تغییری در ضخامت و عرض ورق مجاز نیست. خب این هم یه نگاه بهش بندازید. میرسیم به پر کننده ها. میتونید کلید بنویسید خصوصیات، یعنی در واقع تیتر بنویسید خصوصیات جوش ورق پرکننده. ورق پرکننده. خب چی میگه؟ میگه در اتصالات جوشی ساختمان ها پرکننده هایی که ضخامتشان از 6 میلیمتر بیشتر باشد باید به اندازه کافی از لبه ورق وصله ادامه داد و قسمت ادامه یافته رو با جوش کافی به قطعه‌ای که در زیرش قرار دارد متصل کرد. خب دیگه چی؟ بیایم پایین تر. میگه جوشی که ورق وصله را به پرکننده متصل می نماید باید طوری باشد که بتواند تنش‌های ورق وصله را به ورق پرکننده منتقل نموده و خط جوش باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا از تنش بیش از حد صفحه پرکننده در ناحیه جوش‌ها جلوگیری بشه. لبه پرکننده با ضخامت کمتر از 6 میلیمتر. خب لبه پرکننده با ضخامت کمتر از 6 میلیمتر باید با لبه ورق وصله همسط شده و اندازه جوشی که به کار برده می شود باید برابر مجموع اندازه لازم برای انتقال تنش ورق وصله به ورق پرکننده به علاوه ضخامت ورق پرکننده باشه. این هم از نظر من یک عدده و شما باید اون رو هایلایت کنید. در صورتی که ضخامت ورق پرکننده زیاد باشد، یعنی بیشتر از 6 میلیمتر باشه، توصیه میشه که جزئیات شکل بالا رو داشته باشیم. توصیه میشه که شکل بالا. خب که حالا رجوع کنید و ببینید. بریم صفحه 477. اتصالات مهاربند همگرا رو داریم میبینیم. یه سری نکات فنی راجبش میگه، اونها رو علامت بزنید. ببین میگه اتصال تیر به ستون باید قادر به انتقال نیروی قائم و محوری عضو افقی به ستون باشه. پس باید این رو انتقال بده و از این رو غالبا آن رو با جوش مستقیم به صورت یک پارچه میسازن. پس خیلی مهمه که جوش هم مستقیم باشه، به صورت یک پارچه میسازن. خب اینا رو بخونید. پایین میگه برای جلوگیری از ایجاد لنگرهای ثانویه در اتصال حتی الامکان باید سعی نمود تا محور هندسی مهاربند از محل برخورد محورهای هندسی تیر و ستون عبور نماید و زاویه اعضای قطری با افق حدود 45 درجه باشد. این رو هم علامت بزنید.
حالا بریم صفحه 514. دیگه از این مسائل میگذریم. شما بد نیست که یک نگاهی بهش داشته باشین، ولی خب توصیه‌ای نیست. وقتتون رو برای مسائل مهمتر میتونید بذارید. اینجا صحبت از اتصالات پای ستونه یا همون کف ستونه که خب خیلی مهمه. اینا رو مطالعه میکنیم. میگه در طراحی اتصال پای ستون 2 شرط اصلی زیر باید تامین بشه. شما اینها رو علامت میزنید. بریم صفحه 518. در اونجا از اتصال ورق پای ستون به شالوده در ستونها با بار محوری اشاره میشه. میگه ورق پای ستون توسط 2 یا 2 تا 6 پیچ مهاری، معمولاً 4 پیچ در 4 گوشه هستن، به شالوده بتونی مهار میشه. در صورت مفصلی بودن پای ستون، دورش رو دایره بکشین. در صورت مفصلی بودن پای ستون هیچ نیرویی به این مهارها وارد نمی شود. فقط در هنگام نصب ستون ممکن است بر این پیچ‌ها نیرو وارد گردد که این مسئله نباید از طرف مهندس محاسب نادیده گرفته بشه. پس فقط کی این یک نیرو بهش وارد میشه؟ برای نصب ستون ممکنه نیرو وارد بشه که باز هم باید مهندس محاسب حواسش به اون نیرو باشه. در ساختمان‌های معمولی قطر این پیچ‌ها حدود 18 تا 24 میلیمتر در نظر گرفته میشه و با افزایش اهمیت ساختمان قطرهای بزرگتر در نظر میشه. پس این به نوعی داره در مورد قطر پیچ صحبت میکنه. البته نه که به نوعی، دقیقا مستقیما داره به قطر پیچ اشاره میکنه. خب اتصال ستون به ورق پای ستون، این رو هم علامت بزنید. در اتصال مفصلی پای ستون فقط نیروی محوری از ستون به ورق پای ستون منتقل میشه. چند نمونه شکل رو همین پایین میبینید. این پایین میگه در صورتی که انتهای ستون سنگ زده نشود، زیرش رو خط بکشید لطفاً. در صورتی که انتهای ستون سنگ زده نشود، جوش و نبشی های اتصال باید بتوانند 100% نیروهای محوری رو انتقال بدن. بیایم پایین تر. استفاده از ورق‌های سخت کننده در اتصال پای ستون. میگه گاهی مواقع به منظور کم کردن ضخامت ورق پای ستون، پس هدفش چیه؟ هدف استفاده از ورق سخت کننده کم کردن ضخامت ورق پای ستونه. در این صورت از ورق‌های سخت کننده مثلثی یا زوزنقه‌ای استفاده میکنن که نمونهش رو تو صفحه بعدی دارین میبینید. اینها نمونه هاش هستن که به صورت زوزنقه‌ای یا به صورت مثلثی به کار برده میشه. خب حالا اینجا فقط زوزنقه‌ای رو نشون داده. حالا بریم صفحه 533. در اینجا از اتصالات لوله ها و قوطی ها صحبت میکنه، یعنی همون مقاطع توخالی. استفاده از لوله ها و قوطی ها امروزه در سازه های فولادی بسیار متداول شده، علاوه بر کاربردهای عمومی ساختمان. اینجا کلید بنویسید لطفاً کاربرد که اینجا داره بهمون میگه در سازه های خاصی نظیر سکوهای دریایی، برج های مخابراتی، سازه های فضایی عمدتاً از لوله و بعضاً از قوطی استفاده میکنن. پس ابتدا از لوله استفاده میکنن. لوله خب مقطعش دایره است و قوطی مقطعش مربع یا مستطیله. در سایر سازه ها نیز استفاده از قوطی و لوله میتواند کیفیت معماری و امکانات سازه ویژه‌ای رو فراهم کنه. بیاین پایین‌تر. میگه با توجه به یکسان بودن مشخصات هندسی لوله ها نسبت به تمام محورهایی که از مرکز سطح میگذرند و مشابه بودن نسبی آنها در قوطی ها، این نیمرخ‌ها برای تحمل فشار و کشش بسیار کارآمد هستند. این نکته مهمیه که میتونید این قسمت هم برای خودتون علامت بزنید. در تحمل فشار و کشش کارآمد هستن. پس این قسمت در خودتون یادداشت کنید. نکته مهمیه که اتصالات لوله و قوطی دارن. اینا رو مطالعه کنید. ولی آخرش هم یه عیبیو گفته، یه مشکل
عمده در استفاده از نیمرخ‌های لوله و قوطی اتصالات اونها، به خصوص اتصال لوله هاست. لوله ها در محل تقاطع دارای فصل مشترک منحنی شکل فضایی هستند و برای اتصال اونها باید لبه های اعضا با دقت خاصی برش خورده جفت و جور شوند. اغلب برش ها به وسیله شعله گاز صورت میگیرد، ولی در بعضی مواقع از اره های مخصوص هست که استفاده میشه. در هر حال برش و اتصال این گونه نیمرخ ها وقتگیر و پرهزینه است. خب بریم صفحه بعدی. در رابطه با اتصال مستقیم لوله ها و قوطی ها لطفاً یک مطالعه داشته باشید. بریم صفحه 536 پایین. استفاده از ورق‌های اتصال رو اینجا داریم میگیم. ببینید، نگاه کنید، این داره در مورد لوله صحبت میکنه، این شکل قبلی میبینید. خب حالا استفاده از ورق‌های اتصال میگه در طراحی اتصالات لوله ها. ببینید همچنان ما تو اتصال لوله ها هستیم. به چند دلیل ممکن است از ورق‌های واسطه برای اتصال استفاده شود. این دلایل به طور خلاصه این چند موردی هست که ما تو این صفحات میبینیم، این صفحه و در صفحه بعدی. پس این میشه چی؟ دلایل استفاده از ورق اتصال برای مقاطع، برای اتصالات لوله‌ای. خب پس اینجا میتونید این مورد رو بنویسید. خب حالا بریم صفحه 567. در این قسمت ما رسیدیم به فصل 12 جوش درس‌های استاندارد رو داره میگه. اینجا راهنمای استفاده از جدول‌های درز اتصال هست که شماره مشخص کننده انواع درز رو اینجا داریم میگیم. علائم اختصاری فرایندهای جوشکاری رو اینجا تعریف کرده. علائم اختصاری وضعیت‌های جوشکاری رو اینجا مشخص کرده. در صفحه بعدی هم یه سری علامت اختصاری تذکرات فنی هست که لطف میکنید اینها رو میخونید. دیگه در صفحه 12 یعنی فصل 12 و 13 نکته ای نداره که ما بخوایم روش حالا تسلط پیدا کنیم. برای همین مورد ما دیگه میریم از اینا عبور میکنیم و میریم فصل 14. فصل 14 هم صفحه 621. کنترل کیفی ساختمان‌های کوچک، معرفی قانون 5P، بازرسی عینی و جوش خوب. تعریفش رو داریم اینجا. میریم ببینیم. ببینید کنترل کیفی برای ساختمان‌های کوچک یک معرفی کرده، یه نگاهی بهش بندازید. اما قانون 5P، چرا میگن قانون 5P؟ به خاطر اینکه 5 تا نکته رو باید رعایت کنیم که با حرف P شروع میشن، مثل پرسونال، خب یعنی وجود جوشکار ماهر. پروسس یعنی روش جوشکاری یا ماشینالات جوشکاری مناسب. بعدی پروپریشن، بعدی پرودوسر، بعدی پروف. خب اینها رو لطفاً علامت بزنید. این قانون 5P هست که میگه مثلا به این 5 تا باید دقت کنید. 5 عامل فوق به نام قانون 5P شناخته میشن. اینها رو علامت بزنید. حالا داره در مورد پرسنل جوشکاری صحبت میکنه، بعد در مورد ماشینالات و تجهیزات جوشکاری صحبت میکنه. مثلا لطفاً همه این موارد شما خودتون مطالعه کنید. مثلا برای این مورد ماشین جوشکاری میگه از نوع دیزل، بنزینی، دینام یا رکتیفایر باید وضعیت مناسبی داشته باشه و جریان یک نواختی برای جوشکاری تولید کنه. سایر تجهیزات مانند این سایر تجهیزات مثل چی؟ انبر، الکترود، ماسک، دستکش، چکش، گلزن، سنگ فرز، وایبر بورس اگه اشتباه نخونده باشم، جعبه الکترود و احیانا فلاسک خشک‌کن الکترود از ملزومات اساسی هستن که باید در کارگاه فراهم بشه. بعد میگه در خرید الکترود دقت کنیم، معتبر باشه، رطوبت نداشته باشه. اینها رو علامت میزنید. اینم شکلاشه. اینم تجهیزات فردی جوشکاریه که تو صفحه 626 میبینیم. آماده سازی
لبه ها رو یک مطالعه بکنید. دستورالعمل جوشکاری میگه تنظیم دستورالعمل جوشکاری در کارگاه کوچک مرسوم نیست، لیکن باید با استادکار جوش توافقاتی در زمینه قطر الکترود، آمپر، نوع الکترود و تعداد پاسها انجام بشه. درسته که کارگاهمون کارگاه کوچک هست، اما خب بالاخره این موارد هم مهم هست. میگه به جوشکار باید تفهیم شود که از آمپر زیاد استفاده ننماید و سرعت خود را از حد نرمال در حد نرمال حفظ کنه. بند بعدی بازرسی و تایید هست. با مهیا کردن 4 عامل قبلی زمینه حصول جوش خوب در کارگاه وجود داره. اینها رو علامت میزنید، مطالعه میکنید. اینجا هم ترکیب آثار شدت جریان و اختلاف پتانسیل و سرعت حرکت دست برای حصول جوش مطلوب رو تو این شکل داره نشون میده بهمون. میرسیم به بازرسی عینی. خب میگه یکی از مؤثرترین روش‌های بازرسی جوش، بازرسی عینی عملیات جوشکاری توسط بازرسین و ناظرین آموزشی دیده است. طبق دستورالعمل جوشکاری 100% جوش‌های انجام شده باید بازرسی عینی بشن. این رو ما داشتیم. بازرسی عینی اگر به درستی انجام شود از ارکان مهم بازرسی جوش می باشد. اینا رو مطالعه کنید. این موارد هم موارد تکراری هست که بازرسی اگر یادتون باشه اونجا 3 تا دایره داشتیم، علامت میزد که کدوم، مثلا اگه این پر بود گفت قبلش اون پر بود میشد، بعدش این در حینش. اوکی، اینا هم همینطور به این صورت نوشته خودش. بازرسی عینی قبل از جوشکاری، بازرسی عینی حین جوشکاری و بازرسی عینی بعد از جوشکاری رو اینجا علامت میزنید. اینجا تعریف جوش خوب هست. این صفات جوش خوب بنویسید لطفاً. صفات جوش خوب که 9 مورد هست. این موارد رو علامت میزنید. خب دیگه ببینم چیزی مونده. دیگه از این قسمت هم میگذریم، میریم فصل 15 که در رابطه با صفحه 639. در رابطه با چیه؟ در رابطه با برنامه ریزی آزمایش هاست. یک جدول داریم. این هم البته موضوع تکراریه که داره بهمون میگه میزان آزمایش غیر مخرب هنگام تولید به چه صورته. 100% کلیه جوش ها باید بازرسی عینی باشه. پایینش هم اگه یادتون باشه گفتیم که اگر نتایج مثبت حاصل شد مهندس ناظر میتونه دستور تقلیل آزمایش ها رو تا سقف 30% انجام بده که گفتم بهش توجه کنید، مهمه. از این قسمت سوال میاد. خب دوستان، این آخرین موضوع از فصل جوش بوده، از کتاب جوش بوده. خسته نباشید. حتما این کتاب رو سعی کنید به همین ترتیبی که گفتم علامت بزنید، سرفصل ها رو لیبل بزنید، به موضوعات دقت کنید که در مورد چی صحبت میکنه. اصلا فصل اول اومده در مورد جوشکاری صحبت کرده، فصل دوم وسایل و تجهیزات جوشکاریه، فصل سوم فقط الکترود، فصل چهارم درز جوش، فصل بعدیش عیب جوش، بعدش تغییر شکل ناشی از جوشکاری. می‌بینید همه اینها رو وقتی درک کنید، وقتی صحبت از عیب جوش بیاد دیگه مستقیم میرین تو فصل 5 میگردین دنبالش، در مورد طراحی جوش، اتصالات، کنترل کیفی، همه اینها رو بررسی کردیم. شما لطفاً این موارد رو مطالعه میکنید و بعد از 24 ساعت میرید سراغ تستش و سعی میکنید تست های ما رو تهیه کنید و از تست های تألیفی که من در اختیارتون قرار میدم و تست های ادوار گذشته حتما تست بزنید که بتونید این مبحث رو بدون جواب نذارید. خب مبحث جوش رو هم همینجا به اتمام میرسونیم. خسته نباشید.